نداره. سوال دیگر است حیلت الاسقاط. حیله اسقاط وضع مجتهدین ماست، مسئله فقه حنفی است. حیله اسقاط، معنای حیله اسقاط: یک انسان مسلمان در زندگی خود طاعت و عبادت میکنه، گاهی وضویش میکنه لیکن وضویش درست نمیشه، نمازش هم نمیشه. وقتی انسان نماز بی وضو میخوانه بی فکر میباشه، انسان روزش میشکنه لیکن خودش نمیفهمه، مکروه میشوه، نظر گرفته میباشه، ایفای نظر نمیکنه، انسان قسم میخوره، کفاره قسم داده نمیباشه، کفاره یمین و کفاره ظهار میداشته باشه، ادا کرده نمیباشه. فقهای کرام یک طریقی را وضع کردن که استنادشان کتاب الله و حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. حدیث مسلم است، صحابی آمد در ماه روزه مبارک به پیش پیامبر علیه السلام: یا رسول الله، هلکت و اهلکت، خودم هلاک شدم و دیگران را هلاک کردم، چه کار کردی؟ فرمود، عرض کرد: یا رسول الله، در روز رمضان به امرای زن خود جماع کردم. روزه از بین میره، قضام لازم است، کفارم لازم است. همینطور است. 2 ماه باید روزه بگیره. پیامبر علیه السلام برش فرمود 2 ماه روزه بگیرین. گفت: یا رسول الله، طاقت یک روزه نداشتم، 2 ماه چگونه روزه بگیرم؟ بس پیامبر برش فرمود: شما یک غلام آزاد کنید. گفتم: یک رقبه دارم یا رسول الله. باز برایشان فرمود: شما 60 مساکین نان بتین. گفت: یا رسول الله، خودم مسکین هستم، چیزی ندارم. گفت: انتظار بکش، یک کسی 1 ساع 1 پیمانه خرما میارد. پیامبر علیه السلام برش میگوید: ایرا برای مردم صدقه کو که کفارت شوه. او در جواب میگوید: یا رسول الله، در میان لابطه دو کوی مدینه از مکه فقیر نیست. این کفاره هست. میبینید که پیامبر علیه السلام چگونه برای صحابه تعلیم میکنه. حضرت ایوب علیه السلام در حق زنش قصه قرآنی است. قسم میخورد که اگر آمد و او را 100 خمچه میزنم. خداوند متعال تدبیری نیک برایش نشان میده: خذ ضغثا فاضرب به ولا تحنث. 100 چوب یک جای کو، 1 مرتبه سرش بزن، حانثم نمیشی، قسمتم ایفا میشه. ببینید که از نصوص قرآن همین کارا با استناد ای کارا فقهای کرام وضع حیله اسقاط کردن. حکم حیله اسقاط مستحب است. مستحب او کار را میگه که در کردنش ثواب است، در نکردنش گناه نیست. مگر فقها کردن آن چیزی که به ذمه از این میت لازم است، امید از پروردگار است که به واسطه همین حیله اسقاط خداوند برش میامرزد. بالاخره حیله اسقاط تعیین میشود. به همین شکلی که گفته است کتابای ما بحث دارد که یک انسان مرد بعد از 9 سال و دختر بعد از 7 سال حسابش گرفته شد و عمرش حساب شود، نمازش حساب شود، 6 نماز وترم 1 نماز، روزم حساب شود، به اندازه ازی باز فدیه بپردازم. اگر این را فدیه بپردازیم 50 لک می شود. اینجا 10,000 میمانی، به اندازه 50,000 می شود. اما مثالی که از قرآن استدلال کردیم این کار ناروا نیست. این ناروای عندی است که مردم از پیش خود میگوید نارواست و حرام است. کذالک کدنا لیوسف، این همه قسم ما تدابیر نشان دادیم. کدنا امی تدبیر و نقشه را ما برای یوسف علیه السلام تعلیم دادیم. پس این حالی کسایی که میگه که چرا اینطور کرد چرا اینطور کرد کلشه در اینجا که کذالک کدنا لیوسف خصوصیت اعلان میکنه. این همه قسم ما تدبیر نشان دادیم برای یوسف علیه السلام. این خصوصیت یوسف علیه السلام بود. یک آدم دیگه آلی چون مصلحت‌های آینده به عمل خودش معلوم نیست، از او خاطر اینطوری حیله ها را کردن نمیتونه. اما این حیله را حیله بود که در نص شرعی تصادم نداشت و کدام مفسده شرعی مرتب نمیشد. اونجا که کدام غمی برای یعقوب علیه السلام حاصل میشد، او خو غمی بود که برای امتحان الله بود و الله پاداشی زیاده برای از او میداد. چون که ما علم به اونو اعمال خود نداریم، از او خاطر اینطور حیله ها را ما کرده نمیتونیم، به ما درست نیست. از او خاطر چی است؟ برای از او درست است برای یوسف علیه السلام، چون به تعلیم الله بود. حال یک تعداد مردم از اینوی قسم آیاتات دلیل میگیره، میگه حیله اسقاط هست. اصلا مسئله حیله را باید بداریم. حیله ای را میگه به یک نیرنگ، به یک امر خفی که اما اسباب از چشم نظرت پوشیده است، تو خودت یک مقصد برسانی.
این همی قسم حیله که است، این تقسیم برای خود قبول داره، تقسیم دهش میشه. اگر توسط اسباب مباح خودم میرسانی برای عملی کردن یک حکم الله متعال، اینالی تو بالکل امی کار انجام بده، اسباب خفی باشه اما تو میخوایی که بری یک حکم الله عملی شوه. ایوب علیه السلام که کدام حیله کرده امی طور است و اسباب مباح است. شاخه گرفته که 100 شاخچه داره و زن خدا میزنه که قسم خورده که من میزنم و زنم بری بوده. اصلا قسم یا ایوب علیه السلام بنابر چی شده بود؟ غضب شده بود. الله خواسته بود که زنش قدر چی نبینه، اون ایله را برش جور کرد و ای به خاطر عملی کردن حکم الله شد که یعنی ای ایوب علیه السلام حانس شده و کفاره که است مراد از پیشش نمی چی است؟ قسم خدا پوره بکنه که حانس نشوه، از او خاطر حیله را کرد. اما تو جناب محترم خویلی اسقاطه، ایله برای عملی کردن حکم الله نه، برای ترک کردن حکم الله میکنی و اینطوری حیله قطعا جایز نیست. دومیسته که الله انسان را پیدا به می خاطر کرده که کسی عمل میکنه او را در جنت ببره، نمیکنه در جهنم ببره. پس زمانی که سری هر مرده لا اقل او را تو میگی، از کسی سات میگی و از کسی چی هسته بگی چند روپه در دستمال از دروغ بسته کو، اینی را کرده برو خیر، کلی احکام و فرایض الله از وجود یک مومن ساقط میشه، یک مسلمان هم جهنمی باقی نمیمانه. چرا؟ عقیده تو خویسته که امی ایله را کردیم. یادم که اگر نماز قضا کرده بود مجرا شد، روزه را خورده بود مجرا شد، زکات نداده بود مجرا شد، قسما خورده بود مجرا شد، کفارا داشت کلش مجرا شد. مردک صاف پاک طرفی چی میره؟ جنت میره. بس دیگه در جهنم یک مسلمان هم رفته نمیتونه. چرا؟ این ایله را هر کس میتونه. همون کسی که سالا یک الله اکبر هم نماز نخونده ملا سبری چی میکنه؟ شما کدام جای دیده که ملا استاد شده باشه که من اینمی نفره این اسقاطش نمیکنم؟ چرا نمیکنم؟ نمازش ندیده بودم یا رفته چیز لشکر کفر کشته شده. نه ملا صاحب هنوز اورم میگه خب پیسه دلار داره، ایره زیاد دور میده ایره زیاد دور میده. عجیب است. شما باور به الله بکنی سری دین الله استهزاست و بغل دادن است نعوذ بالله در مقابل شریعت الله. حکم الله چیست؟ که احکام انجام بده. ملا میخیزه میگه ما ساقط میکنیم نمیگذاریم برش. خب افسوس است که الله متعال فهم برشان نداده که یک کمی سر این موضوع خود فکر بکنه که ما چی میکنیم. خب این دلایل اگر یا میگیره این دلایل برایشان شده نمیتونه.